اول از همه وارد تایم فریم 4 ساعته میشی. توی تایم فریم 4 ساعته میای استراکچر کامل مارکت رو مشخص میکنی. بعد ببینی کجای مارکت قرار داری. الان پوزیشن سل باید بگیری یا پوزیشن بای. همونطور که میبینیم قیمت نزدیک سقف قبلیه و اینجا پوزیشن بای خوب نیست گرفتنش. کجا باید پوزیشن بای بگیری؟ باید بیای روی موج بزرگی که قیمت رو از اینجا کنده برده بالا یه فیبوناچی ترسیم کنی. بعد از اینکه اومدی فیبوناچی رو روی موج اصلی ترسیم کردی، ناحیه 50% رو مشخص میکنی، یه خط ازش ترسیم میکنی و میای توی تایم فریم 1 ساعته اوردر بلاک هایی که زیر ناحیه 50% فیبوناچی هستن رو برای ورود به معامله انتخاب میکنی. بعدش وارد تایم فریم 15 دقیقه میشی. این دوتا باکس سبز اوردر بلاک های تایم 1 ساعته بودن. میخوایم اینو ریفاین کنیم. ببین اینجا مومنتوم خیلی بیشتری داریم نسبت به اینجا. پس اوردر بلاک اصلی و منشأ حرکت ما اینجا بوده. مارکت قبل اینکه بالا بره یه اوردر بلاک اینجا میسازه، برمیگرده توش پولشو برمیداره و میره بالا. حالا تو باید چیکار کنی؟ باید بیای توی هانت این اوردر بلاک یا اوردر بکاری یا وایسی قیمت بهش برسه، تاییدیه کندلی بگیری و وارد معامله بشی و تمام.